شورخ علیموف یک مهاجر 41 ساله در شهر نیویورک امریکا هنگام دادن پوره به کارمندان دولتی برای گرفتن رقم‌های پیدیکاپ یا عرابه‌های ریکشا دستگیر شده است و بر اساس عیبنامه به دادگاه ایالت نیویورک ارائه شده به سوی قصد به دادن پوره درجه 2 عیبدار می شود. به او از 1 تا 3 سال زندان و جریمه هنگفت تهدید می کند. دادستانی منطقه منهتن روز 31 ایول سال 2023 خبر داد که او در اول به ناظران دولتی برای 34 رقم $60,000 پیشنهاد کرده است، ولی هنگام دادن $7,500 برای 15 رقم به دست افتاده است. خود شورو علیموف از روی نامش اعضای سیای مرکزی است. او در کانالش در یوتیوب بیشتر موسیقی های آوازخوانی های ایرانی را گوش می کند و به احتمال غالب از تاجیکان ازبکستان یا تاجیکستان است و اما یوتیوب کانال تاجفر خبر داد که بنا به اطلاع دریافتیش شورو زاده تاجیکستان در معلوماتنامه ساکنان شهرداری نیویورک گفته می شود که شورو علیموف 1 سپتامبر سال 2022 در کوچه 24 منطقه بروکلین این شهر شرکت را با نام علیموف 2022 کورپ تأسیس داده بود. خود شورو علیموف برای شر ماجرا دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه دوستانی منهتن علیموف که خودش هم راننده پیکاپ بوده است، روز 2 مای سال 2023 به ناظر دپارتمنت حفظ استعمال کنندگان و کارمندان نیویورک که در حدود باغ مرکزی سنترال پارک پیدیکاپ ها را از سنجش تکنیکی گذرانیده به آنها رقم مخصوص برای فعالیت 1 ساله را می دهند. برای بیرون از لاتاری گرفتن 34 رقم ثبت پیدیکاپ $60,000 پوره پیشنهاد کرده است. در خبر آمده است که چنین رفتار برای راننده های پیدیکاپ که صاحبدلانه کار می کنند مشکلی پیش آورده به کار قانونی آنها خلل وارد می کند. ناظر که کارمند شهرداری به حساب می رود و قبلا دوره های آموزشی مبارزه با کروپسیا را گذشته بود، اوید به این پیشنهاد رشوه مقامات حفظ حقوق را خبردار و برای تفتیش و بازداشت علیموف مساعدت کرده است. در نتیجه از 17 مای تا 31 مای سال 2022 تحت نظارت مفتشان 2 واخوری ناظر با علیموف و 5 زنگ تلفنی وی ثبت شده است. در جریان این صحبت‌ها علیموف برای رقم‌های پیدیکاپ پول پیشنهاد کرده است. گفته می شود علیموف نقشه داشت که تعداد بیشتر پیدیکاپ‌ها را فرمایش داده با این راه تجارت پیدیکاپ‌هایش را در شهر نیویورک توسعه دهد. کشاندن مسافران با عرابه‌های ریکشا یا پیدیکاپ در نیویورک یکی از پیشه پردرآمد به شمار می رود. این بازار فعلا اساساً در دست زادگان ترکیه، تاجیکستان و کشورهای افریقایی است.